سلام، من سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوبم. امروز قرار راجع به فیلمایی صحبت کنیم که به سلامت روانم کمک کردن. راستش این فیلم رو بر این اساس انتخاب کردم که خودم تاثیرشو و نتیجهشو و حال خوبشو بعد از اینکه این فیلم تموم شدن رو حس کردم و واقعا تاثیر گذاشتن توی افکارم. اولین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم و اگر فیلمباز قهاری بوده باشین یا احتمالاً اگه پیش تراپیست خوبی میرفتید بهتون معرفی کرده، فیلم گود ویل هانتینگ. این فیلم یکی از خفن ترین فیلماییه که فکر میکنم هر نوجوانی یا جوونی میتونه اونو ببینه. گود ویل هانتینگو جالب بدونید مت دیمن و بن افلک نوشتن و پرل ویلیام توی این فیلم بازی میکنه. فیلم داستان نوجوانی رو میگه که توی دانشگاه خدمتکاره و توی دانشگاه خیلی خفن و یکی از استادا یه مسئله ریاضی رو روی بورد دانشگاه مینویسه و میگه اگر کسی اینو حل کنه جایزه داره این حل کردن این مسئله. و ویل که شخصیت اصلی این فیلم هست، در واقع همون نوجوانه است، یه روز که داشته تمیز میکرده مدرسه رو این مسئله رو حل میکنه و فردا صبح حل شده میبیننش و دنبال این میگردن که کی اینو حل کرده. چند روز پیش که کتاب سر کلاس با کیارستمی رو تموم کردم، یه داستانی تعریف کرده بود که راجع به همین قضیه بود، یعنی همین اتفاق که منو خیلی یاد این فیلم انداخت. اونم این بود که یه روزی که توی ایتالیا یا فرانسه، نمیدونم کشورشو یادم نمیاد، کلاس داشته و خب ظرفیت کلاسش پر شده بوده و میگه انقدر پر شده بوده و انقدر برای بقیه جالب بوده که از خیابون مردم میومدن و به حرفای کیارستمی گوش میدادن و میگه که خیلی ها اون موقع نتونستن فیلمی درست کنن تو اون کلاس و میگه تنها کسی که بعد از یه مدت کوتاهی یه فیلمی درست کرد که خیلی مفهوم خوبی داشت و همه رو متعجب کرده بود یه خانومی بود که مثل این که مثلا یه دکه داشته روبروی کلاس کیارستمی و میومده حرفای کیارستمی رو گوش میکرده و میگه فیلمش خیلی از تمام کسایی که اومده بودن اونجا و سطح سوادی که داشتن راجع به فیلمسازی و اینا بیشتر بوده، بهتر بوده و دقیقاً من یاد ویل انداخت توی این فیلم. حالا چطور این فیلم به سلامت روان ما کمک میکنه؟ در واقع کاراکتر ویل یه شخصیتی داره که توی بچگی سختی‌های زیادی کشیده و همه چیز رو تو خودش ریخته و همه تقصیرها رو گردن خودش انداخته و همیشه فکر کرده که تقصیر اونه و در واقع هیچ چیز تقصیر اون نبوده و وقتی که با شخصیت پرل ویلیام که در واقع روانشناس داخل این فیلم آشنا میشه، بالاخره میتونه برون ریزی کنه و صحبت کنه راجع به خودش، صحبت کنه راجع به اینه که کی هست و به صورت کلی شخصیت ویل افسردگی داره، اضطراب داره و همونطور که گفتم همه چی رو تقصیر خودش میدونه و در واقع پیام این فیلم اینه که اگر ما مواجه شیم با یه روانشناس درست و یا شاید حتی یک آدم درست که ما رو بفهمه، ما بالاخره میتونیم حرفامون رو بزنیم و باید این کار رو کنیم، چون باعث میشه که زخم‌ها و دردهای بیشتری رو تحمل کنیم. دومین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم که در واقع مینی سریاله، این مینی سریال به اسم Seconds from a Marriage برگرفته شده از مینی سریالی به همین اسم ساخته یه برگمانه نابغه‌ای که واقعا اگه فیلم باز باشید دیگه نشناسینش عجیبه و در واقع اینو معرفی میکنم چون که ممکنه خیلیاتون دوست نداشته باشین یه فیلم سوئدی کلاسیک ببینید و اگه اشتباه فکر میکنم به هم بگید که فیلمایی که خودم بیشتر دوست دارم بیشتر بهتون معرفی کنم، چقدر بیشتر استفاده کردم. ولی خب این سریال تک لوکیشن در واقع راجع به یه زوجه که توی آستانه 40 سالگیشون هستن و یهو با این مواجه میشه یک طرف این رابطه که دیگه نمیخواد این رابطه ادامه پیدا کنه و فکر میکنه دوباره عاشق شده و در واقع
دیدن این سریال خیلی به فرهنگ ما کمک میکنه، به فرهنگ ما، به طرز تفکر ما راجع به یه رابطه و اینکه در واقع رابطه چیه. یعنی من خودم تمام تصورم از ازدواج توی 40 سالگی به بعد این بود که فقط حول محور بچه میچرخه و در واقع این سریال نشون میده که نه، این دو نفر واقعا عاشقن و دارن با هم دیگه زندگی میکنن و تو تمام مشکلاتی که براشون پیش میاد بچه آخرین چیزیه که بهش دارن فکر میکنن. یعنی براشون مهمه اون بچه چه فکر میکنه، ولی میدونن این مهم نیست که مثلا جدا بشن یا هر چیزی و میتونن از تاثیراتی که روی اون بچه میذاره جلوگیری کنن و با هم زندگی نکنن. و در واقع شخصیت شناسی این سریال خیلی خفنه، یعنی یه طوری به شما کنار اومدن و مراحل سوگ رو نشون میده، پشیمونی رو نشون میده، یه رابطه عاشقانه رو نشون میده و همه چیز رو یه رابطه میگه انگار و به خاطر همین من واقعا عاشقشم. در واقع این مینی سریال 5 قسمتی به ما داستان 2 تا آدم رو نشون میده توی رابطه که از دنیای متفاوتی هن، از مذهب متفاوتی هن، بچگی‌های متفاوت و سختی رو داشتن و حالا توی معضل و یه اتفاق گیر میافتن و اینکه چجوری باهاش کنار میان و اینکه میگن دومین اتفاق بدی که میتونه برای آدم بیفته طلاق یا جداییه و توی این سریال دقیقاً اونو به ما نشون میده که چجوری سوگواری کنیم برای این اتفاق. اگه شما از پارتنرتون، از دوست پسرتون، دوست دخترتون، از همسرتون، از کسی که عاشقش بودید جدا شدید، فکر میکنم دیدن این سریال خیلی میتونه بهتون کمک کنه که با این سوگ کنار بیاین و چطوری از اینو بگذرونید. سومین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم در واقع انیمیشن اینساید اوت که تو 2 قسمت ساخته شده و فکر کنم قسمت دومش همین چند وقت پیش بیرون اومد. این انیمیشن که بعید میدونم ندیده باشید و اگه ندیدید برید سریعتر ببینید، یکی از انیمیشنایی بود که خیلی به من کمک کرد، چون حس میکردم که تو کل بچگیم و تو کل سنی که گذشته من نیاز داشتم این انیمیشن رو ببینم. در واقع این انیمیشن برای بچه ها نیست، برای بزرگسالاییه که مثل خود من خیلی وقتا درک نشدن و خیلی وقتا فهمیده نشدن. داستان دختر کوچولویی رو بیان میکنه که توی احساساتشون رو کنترل میکنن، یعنی خشم، شادی، انزجار، ناراحتی و نشون میده که چطوری تروماها و اتفاقات بد، اتفاقات ریز و درشت توی بچگی ما تاثیرش رو روی ما میذاره و ما چطور توی بچگی ما اصلا فکر میکنیم و با اینا کنار میاد، یعنی توی مغز ما چی میگذره. و این انیمیشن واقعا اینو خوب نشون میده. دیگه این انیمیشن به من یاد داد در واقع پذیرش بود، مثل گودویل هانتینگ که یک نوع پذیرش رو یاد گرفت. توی این انیمیشن هم من اینو یاد گرفتم که چطوری هم غم رو و هم شادی رو بپذیرم و خجالت نکشم از احساساتی که دارم. اگر از چیز حتی فکر میکنم مسخره ناراحتم اونو بیانش کنم، که این مشکل ما ایرانی هست که فکر میکنیم هر بدبختی داریم ممکنه اونقدر بدبختی بزرگی نباشه چون بالاخره ایرانی. و فکر میکنم که اگر بچه‌ای دارید یا اطرافتون بچه‌ای هست که فکر میکنید که ممکنه این انیمیشن بهش کمک کنه، حتما براش بذارید و حتما این حرفایی که این انیمیشن میزنه رو به اون بچه انتقال بدید. حالا میرسیم به قسمت دوم این انیمیشن، اینساید اوت 2 که فکر میکنم همین چند وقت پیش بیرون اومد، اگه اشتباه نکنم 2 سال پیش بود. و این انیمیشن تو قسمت بعدیش رایلی رو نشون میده تو دوره نوجوانیش که هورمونا هستن، مکان جدید هست و مدرسه‌شو عوض کرده، دوستاشو عوض کرده و با تمام اون استرس‌ها و استراب‌ها باید کنار بیاد و چند تا شخصیت به مغز رایلی اضافه شدن که در کنار اون غم و شادی و اینطورسا که استراب، حسادت، خجالت و
خیلی قشنگ اینا رو گفته. یعنی برای من، یعنی من فکر میکنم وقتی که این انیمیشن رو قسمت دومش رو دیدم قشنگ بغض کرده بودم، چون به این فکر میکردم که چقدر نیاز داشتم که من اینو ببینم. یعنی تا همین چند سال پیشم استرس تمام زندگی من رو در بر گرفته بود و هیچ کس نبود بگه که همه اینا عادیه و بالاخره تموم میشه. و بعد از اینکه یه سنی گذشت و اون استرابا تموم شد و من این انیمیشن رو دیدم، به خودم گفتم که چقدر درک نشدم. امیدوارم لذت برده باشید و امیدوارم بهتون کمک کرده باشه این ولاگ که این ویدیو. و اگر دوست داشتید برای دوستاتون بفرستید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. قطعا قسمت های بعدی از مینی سریالا یا فیلم هایی که بهم کمک کرده براتون میذارم. اگه دوست داشتین کامنت کنید.